وقت جوهرنامه‌های هنر است و با گردش مدام خود چهره‌های را ناپدید می‌سازد و چهره‌های دیگری را مجلاتر می‌گرداند. رفتن استاد لایق نیز آمدن دوباره او بود. همه آمدن‌ها در پی خود رفتنی هم دارند، اما آمدن بزرگان و در این سلسله سرحلقه رندان و انباز عارفان، فخر و صدر فرزانگان، فضل افروز عاقلان و همجنون وارستگان، عاشقترین عاشقان و شاعرترین شاعران، شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرالی آمدن است ماندنی. السلام علیکم. این نکته ها را شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه در پیشگفتار لایقنامه پروفسور عثمان جان غفاروف ذکر کرده اند. عزیزان دل، شما برنامه آفتاباران را تماشا دارید. وزیدن نسیم نوبهار از آمدن بهار فرخنده پی درک می دهد. همه شماران را با بهار فرخنده پی مبارکباد می گوییم و تمنا می کنیم که بهار نازنین در این بهار عمر شما نیز در لوح خاطر شما با واقعه های فرح بخش و خاطرمان باقی ماند. عزیزان دل، در برنامه امروزه ما استاد عزیزمان نامزد علم‌های فیلولوژی اکبر اکبرов حضور دارند. استاد عزیز، حضور شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه ما. تشکر. شما را میخواستیم در برنامه امروزه همچون خواننده اشعار استاد لایق اندیشه های خود را درباره این شخصیت بزرگ بیان میکردید و میخواستیم میگفتید که چون خواننده اشعار استاد لایق به شما کدام موضوع شعر شاعر پسند است و اون معنی های جالب را از کدام موضوع بیشتر دریافته اید؟ تشکر. پیش از همه میخواستم عرض و احترام و سپاس خود را به کارمندان و دستاندرکاران سیمای مستقل یکم که این بسیار یادبودی شخصیت معروف را پیشه کردند و خواجه حافظ میگن که بعد از وفات تربت ما از زمین مجو، در سینه های مردمی عارف مزار ماست. پس اکثری کارمندان در سیمای سروراتون شما درباره وصف ترنم این شاعر خلقی حقیقتا مردمی تاجیک استاد لایق شیرالی من را همچون یک خواننده به اینجا تکلیف کردید. اظهار منتداری میکنم، تشکر میگویم و پیرامون سوال شما داده گفتنی هستم که تمام اشعار استاد لایق در کدام موضوع در کدام سمتی روانه کرده نشده باشد باعث خواندن و باعث از خود کردن و باعث همچون شخصیت تشکل یافتن هر یک فرد تاجیک است. مثلا استاد لایق بیشتر در وصف وطن، در وصف مادر، در وصف زن، در وصف دوست داشتن این وطن بهشت آسای ما با نام تاجیکستان، در وصف طبیعت‌های زیبای تاجیکستان، عموما در وصف جوانمردی، در وصف خویشتن شناسی، در وصف شناخت تاریخ و تمدن خود و در وقت و قدر کردن بزرگترین نعمت‌هایی که در تاجیکستان ما هست. در همین موضوعها استاد لایق نظمانه، عارفانه، عاقلانه، دوربینانه و برای وارثا که ما و بعد از ما فرزندان و نبیره و ابیرگان ما ابیات‌های استاد لایق همچون یک کتاب راهنمون سازنده آینده خودشناسی، خویشتن شناسی و تندرستی ایشان هست. هنوز من یاد دارم که سالهایی که من دانشجو بودم در انستیتوت پداگوژی، پیشتر انستیتوت پداگوژی به نام سرگئی میرونویچ شهر ناباد بود. وقتی که ما تحصیل میکردیم ما راستش بگم بیشتر استاد لایق را میخوانیم، زیرا شاعران در سینه ملت چو دیل، ملتی بی شاعر است انبار گیل. وقتی که شاعر از دل مردم، از دل خلق ابیات‌های یافته میگوید شما گمان میکنید که بدونید تو چرا نگفتی. بزرگی شاعر همین است که از دل مردم آگاه است و آن چیزی که در خورد مردم است پیش از همه و بهتر از همه میگوید. من در خاطرم هست همون سالها استاد لایق یک رباعی گفته بودن که در مردن آدمی هزاران سبب است، گاه سکته دل
گاه رنج و تعب است، اما برای صاحب چشمه و رود در سرگهی آب تشنه مردن عجب است. این بزرگی این ابیاتی که ببینید به خاطر چی گفتن؟ به خاطر اون گفتن که هنوز همون سالها در دوره اتحاد شوروی بود، ما بزرگترین نعمتی داده خداوند آب را که آبهای تازه، مصفا، شیرین و بسیار بالذت در ما هست، بر وقتتر از همه استاد لایق درک کرده گفته بودن که چرا ما از همین نعمتی بزرگی که خداوند داده است استفاده نمیبریم. و امروز ببینید اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم کشور، اولین چیزی که سازمان ملل متحد معرفی کردن و تمام عالم او را دستگیری کرد یعنی آب است، معجزه‌ای بودن آب هست. و نگاه کنید امروز انمون پیش گفتنی استاد لایق و امروز این کاری که پرزیدنت محترم کشور کرده ایستادن درباره همین بزرگترین نعمت که آب است. آب حقیقتا به آب حیات نیست و این اولتر از همه و بهتر از همه و برای مردم ضرور بودنی همین آب مصفای ما که نه بلکه برای زنده بودن بلکه ترقیات ساحه صنعت، خواجگی قشلاق، در تمام ساحه آب ضرور است. آب معجزه هست و درباره معجزه بودن آب از همین ما بیشتر استاد لایق می‌دونست که همیشه گفتگو بدن. مثلا در وصف مادر، در یگان شاعرهای معاصر تاجیک برابر استاد لایق در وصف مادر سروده های زیبا و صمیمی و جذاب و دلفریب نگفتند. مثلا در یکی از رباعیاتشون میگن که با دو چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، آتشی از آتش پرستان مادرم، موج مویهای سفیدت از سفیدی دل است، در غمی من کوچه خندان خانه‌گریان مادرم. برای در واسه استاد لایق مادر چقدر جذابیت مادر، بزرگی مادر هیچ کس به فکر شخصی من هیچ کس برابر استاد لایق در اون پایه لازمه نبرآورده است و من هیچ کس همین خیلی صمیمانه، همین خیلی بسیار بسیار مهربانانه همچون فرزند حقیقی مادر تاجیک در وصف مادر اینقدر سخنهای زیبا، جذاب و دلفریب و دلکش و دلچسب گفتند. ما در وصف مادر چقدر استاد لایق گفتن و دیگرها گفتن در وصف مادر ما چقدر گوییم کم است، چون که ما فرزندها هیچ وقت خدمت مادر پدری خود ادا کردن نمیتونه و استاد لایق همیشه بسیار وقت قید میگیرم، ما بسیار صحبت میگیرم همراه استاد، فخر میکنم، افتخار میکنم که من همراه استاد در بسیار صحبتاشون نشستم و امروز در همین محفلی که شما مرا دعوت کردید من افتخارمندانه آمدم، با ذوق آمدم، خرسند شده آمدم. اصلا میگم همتون بار دیگر اظهار منتداری میکنم، چون که شما وقتی که من در سرورتونم گفتم که وقتی که شما این بزرگمردان ملت، این که شخصیت های معروف ترین ملت شما معرفی میکنید، البته روحی بزرگان شما همه وقت بزرگ میکند. این همه خیر است، خواهید نخواهید همه خیر است. با این کارتون شما برای کشتنشناسی مردم ما، وطن دوستی مردم ما، دوست داشتن تاجیکستانی از که بیشتر از همه لایق دوست می‌داشت، شما با یک گامی مستحکم و استوار امروز گذاشتید. احسن به همه شما. و در دیگر پهلوهای دیگرشون مثلا در وصف زن، یک معجزه‌ای که خداوند آفریده است زن است. مثلا یک در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است، کار دنیا همه در پیروی کار زن است، گر رود زیر زمین یا به فلک خیمه زند، هر کجا مردی بزرگ است گرفتار زن است. این سخن‌های فقط استاد لایق میگن، چون که باور کنید بزرگی یعنی استاد لایق ببینید که نه بلکه فرض کنیم داننده خوبی زبان، بلکه داننده خوبی تاریخ، داننده خوبی حکمت‌های مردمی، داننده خوبی درباره پیدایش آدم، عالم و مخصوصا زن یک معجزه است که من فکر میکنم که برابر استاد لایق یگان کس درک کرده نمیتواند. یگان کس زن را برابر استاد لایق درک کرده، چون که زن معجزه بودنش استاد لایق در بسیار صحبت ها میگفتن. راستی که من از اون کس همیشه بسیار شنیدگی هستم و من هم حاضر حرکت میکنم که به قدر زن مادر رسیم. در یک جا من نوشتم که زن کتابی است که نه هر مرد شده خوانده میتونه. زن همیشه یک معجزه هست. برای همین استاد لایق در این وصف به نهایت بسیار گفتند. مثلا آخرون ابیات‌های من خیلی در اولی صحبتم قید کردم، همه آثار، همه نوشته های استاد لایق شعرعلی باعث خواندن و عبرت آموختن است.
باعث خواندن عبرت آموختن است. تشکر استادی عزیز. ما تا این دم چند سلسله صحبت ها رو با سخنشناسان گذراندیم در برنامه آفتاباران و معلوم شد که این موضوع های شعر استاد لایق را مثال در هر برنامه مثال در یک وطن موضوع یک صحبت نیست و میخواستیم که در همین موضوع نیز گذشت میکردید و میگفتید که در شعر استاد لایق که موضوع سجدگاه میگویند زادگاه خود را موضوع زادگاه بسیار مهم است و شاعر دهه زیبا منظر خود را بسیار زیبا وصف کرده است چون یکی از شعرهای استاد لایق الا ای کوه چل محراب الا ای سجدگاه من به گردون میرسد از فخر دیدارت کلاه من پس از دامان مادر دامنت دامان عمرم بود تو بنمودی میانی چاره سمت راهی من. پس استاد میگفتید که شاعر مقال خلقی وطن دوستی از زادگاه آغاز می شود را آیا ادامه داده است؟ بله حق است و راست. مثلا شخصی که پیش از همه گوهره خود، شخصی که پیش از همه آنجایی که تولد شده است، شخصی که پیش از همه در آن دیار و یا محله و یا ناحیه که در اونجا او به دنیا آمده است، پیش از همه اگر همون به قدرش نرسد در مجموع به قدر وطن به قدر ملت رسیدن نمیتونه. یعنی از تحت دل صمیمانه دوست می‌دارد. مثلا استاد لایق میگن که من از مزار شریفم نه از مزار کثیف. شما نگاه کنید استاد لایق تا چه اندازه دیار خودشونه شریف گفتند. یعنی کلمه شریف معنای بینیت وسیع دارد. یعنی اون کس با این شعرهاشون در وصف دیارشون و استاد لایق اصلا با این ستایش دیارشون با ستایش طبیعت‌های زیبای دیارشون در نظر داشتن تمامی کتاب‌های تاجیکستانی عزیز ما را. استاد لایق من در خاطر دارم که اون کس تمامی نه بلکه زادگاه خود بلکه تمامی جای تاجیکستان تمامی خاک تاجیکستان زادگاهی خودشون اعتراف می‌کردن. نباشد اون کس نمیگفتن که ما نباشد که نباید که ما محل باز باشیم. از چنین علت بمیریم عاقبت که تو از فرخار و ما الفرغریم. از چنین علت بمیریم عاقبت که تو از فرخار و ما الفرغریم. باید که ما پیش از همه باید که دوستدار ملت و خاک آبی خود باشیم و محلگرا نباشیم. ما برای خاطر آن که ملت سازیم ما باید که زادگاه دوست داریم. بگفتیم استاد لایق زادگاه دوست داریم فقط زادگاه خود رسیم فقط چل محراب خود رسیم. مثلا ما در دیار خدا ما میگیم مثلا استاد لایق چل محراب داشتن ما هم 40 دختران داریم. ما هم مثلا لبی سای میگیم یا تکی پستی میگیم یا جیرخانه میگیم یا شراکی های دیار میگیم. اما من همون با گفتی استاد همون چیزها را گفتم. ما بزرگی وطن خود اعتراف در نظر داریم. یعنی بزرگی تاجیکستان هست که تاجیکستان چقدر ملک زیبا و ملک بیش است که همین جایهای زیبا دارد. برای همین استاد لایق وقتی که درباره دیاری خودشون سخن کردن اون کس البته در نظر داشتن تمامی خاک تاجیکستان. اون کس خودشون گفته بودن که همه خاک تاجیکستان وطن من است و این رو باید که با همه با تمام مردم تاجیکستان بگن که و بسیار منم به صرف وقت همین درک کرده بودم به فکر استاد بزرگوار که میگفتن اون وقت است که باید که ما همچون ملت شکل یا همچون محل نه رو راست میگفتن استاد از محل بازی ما علت به ملت میرسد ملتی ما را از این علت نگه دارد خدا. این نظمانه استاد لایق مراجعت کرد که به پروردگار و امروز اون خداوند روی زمین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشور درباره وحدت ملی و عجز داشتن به همه بزرگی‌های ملت ما امروز اون سخن‌های استاد لایق را پیاده کردن اصلا و سرور دولت اصلا به همه آن کسایی که در وصف اون استاد لایق این چیزها را پیشه کردن. تشکر استاد. میخواستیم که برای بینندگان ما اون شعری که برای شما از مجموعه از میان تمام شعرهای استاد لایق بسیار پسند است قرائت میکردیم. راستی اینجا خواهرجان عزیز همه سروده های استاد لایق برای من بسیار عزیز است و نمیخواهم که
مثلا جدا اندازه و بگم که اینش بهتر است، اینش بهتر نیست. همه آن چیزهایی که استاد لایق گفتند بهتر است. یک چیزی بسیار ربایی زیباترینی که نو خوانده آزاد کردم، باور کنید به نزدیکی خوانده آزاد کردم نمیدانستم. میگن که زیباست معنای نام و جدی نام خود نمیدانی، چه دانی معنی آیات قرآنی، چه دانی معنی آیات قرآنی. مسلمانی به ادراک است، درکی زاد آن پاک است، تو با این مغز ظلمانی نمی شاید مسلمانی. یعنی بزرگی بینید که برای چیم استاد لایق بر وقتر از همه درک کرده بودن که مثلا تا چه اندازه فرض کنیم استفاده بردن از دین مبارک اسلام. نگاه کنید که دشمن های خارجه و مخصوصا غربی ها و امریکایی های و دیگر یک چند بسیار هستند استفاده بردن از دین مبارک اسلام. چه دهشت های بر سر مردم آوردن. استاد لایق چه بزرگوارانه پیغمبرانه که وقتی که در تو مغز حقیقی درک کردن اون الله پروردگار نیست، تو با این سخن بافی دروغی خودت هیچ وقت توی مسلمان اعتراف کردن ممکن نیست. تشکر استاد. واقعا روبایی این یک ژانر است که استاد لایق در 4 مصرع معنی‌های بسیار جالب را فراهم آوردن و چون از نوشته های عبدالنبی ستارزاده میدانیم که وقتی که شاعری مشهور ایران نادر نادرپور به تاجیکستان می آیند، در وقت قرائت میخواهند که شاعران استاد لایق یگان مال ارزشمند خود را قرائت کنند، لیکن استاد لایق ربایی قرائت میکنند و شما هم بسیار خوب شد که یک ربایی قرائت کردید که معنی های بسیار جالبی را دارد و آن در 4 مصرع خیلی هم خوشاهنگ و معنی های خیلی بوی دارد. برای صحبتی پرمایه و سپاسگزاریم استاد عزیز. البته این اولین صحبتی ما با شما بود و در سال 2019 تصمیم گرفتیم که سلسله صحبت ها رو در موضوع های دیگری اشعار استاد لایق که خیلی آنها زیادن و به شرح و تفسیر نیاز دارن با شما آراسته باشیم تا بینندگان گرامی ما از اون غذای بسیار خوشحال میشم که اگر با واسطه شما و با واسطه برآمدهای من و از ابیات استاد، از نوشته های استاد، ما مردم خودمان و هموطنان خودمان اون چیزهایی بگوییم و یک ذره هم باشد برای بیشتر و بهتر دوست داشتن این وطن که حقیقتاً باعث دوست داشتنی است. اگر یک سعی گذاشته باشیم خوشبخت‌ترین انسان هستیم. تشکر زیاد. سپاسی به پایان. خوش آمدید. وطن سر می شود از گاهواره، ز شیری پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. عزیزان دل، واقعا با هر لحظه عمر داده شده و نعمت‌های وطنی عزیزمان شکرگزار باشیم، چون لایق بزرگوار میگویند شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش. بینندگان گرامی، در همین جا فرصت برنامه ما به آخر رسید. تمنا میکنیم که هر لحظه عمر شما سرشار از خوشی ها باشد. تا برنامه آینده تن صحت و خانه آباد بمانید.